استادی بوده که خیلی خدا رو شکر میکرده. یه روز طوفان وحشتناک و سیل عجیب غریبی میاد. شاگردا میبینن که استادشون سجده کرده داره خدا رو شکر میکنه. تعجب میکنن، میگن علت شکرگزاری تو این شرایط وحشتناک چیه؟ استاد میگه که میدونم امروز هوا بده، ولی دارم خدا رو شکر میکنم که همه روزا اینطوری نیست. ایمان به خدا دو نیم است: شکر به هنگام نعمت، صبر به هنگام بلا. وقتی خدا بهت نعمتی میده یعنی تو رو خیلی دوست داشته، پس شکرش رو به جا بیار. و اگر درد و مصیبتی بهت میده، هیچ مصیبتی نیست که نتونه تبدیل به محبت بشه، تبدیل به نعمت بشه. بدون در درون هر دردی که تو زندگی تجربه کردی یه درس بزرگ برات داشته. اگه یه نگاه به شیشه عقب زندگیت بندازی، متوجه میشی که هر دردی، هر مصیبتی تو رو بزرگترت کرده، عاقل‌ترت کرده، بهت تجربه داده، پخته ترت کرده. پس هر دردی اومده یه درس بهت بده و تا زمانی که درسش رو نگیری به مرحله بعدی زندگیت نمیری. از خدا توی شرایط سخت هم تشکر کن که راه درست رو بهت نشون بده. خدایی که بهت نعمت داده، خدای شرایط سختت هم قهرمانونه که فقط خداشو داره، سر هر امتحان میکنه همه تقلباشو پاره.